الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم الرحمن الله سبحانه و تعالی را چه قسم معرفی کرده؟ طبعا در درس چهارم قسمت دومش هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم الرحمن از ذات مهربان معرفی میکند که بر مهربانان رحمت میفرستند. متوجه هستین؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم امام ابو داود رحمه الله روایت میکنه عن عبدالله ابن عمرو یبلغ به النبی صلی الله علیه و سلم. عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که الراحمون یرحمهم الرحمن، یعنی کسانی که مهربان هستند ذات رحمان بالای از اونا رحمت خدا میفرسته. ارحموا اهل الارض، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم که ای مردم شما رحم بکنین بالای اهل زمین، یرحمکم من فی السما، تا رحم بکنن بالای شما او ذاتی که در آسمان ها هست. خب اینال اگر ما میخواهیم که الله سبحانه و تعالی رحمت خدا بالای ما نازل بکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما درس میده که چی کنیم؟ باید بالای مخلوقات الله چی باشیم؟ مهربان باشیم. دوم، الرحمن ذات مهربانی که صله رحم را بسیار ارزش داده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث صحیح بخاری هست که عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال ان الرحم شجنة یا شجنة من الرحمن. یعنی ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که رحم از رحمان گرفته شده، یعنی الله متعال میگه که این از صفت رحمان الله، بر اساس رحمت الله امی صله رحم چی شده؟ صله رحم گرفته شده. فقال الله سبحانه و تعالی میگه من وصلک، هر کسی که تو را وصل کنه، یعنی صله رحم وصل بکنه، وصلته، ما او را وصل میکنم. و من قطعک قطعته، هر کسی که تو را قطع بکنه ما هم او را قطع میکنم. یعنی در حدیث دیگه میگه قال الله انا الرحمن و هی الرحم شققت لها اسما من اسمی، یعنی معنیش است که ما برای صله رحم یک اسم از اسم خود اشتقاق کردم. من وصلها، هر کسی که صله رحم وصل میکنه، وصلته، ما او را وصل میکنم، یعنی او را به رحمت خود میرسانم، او را به مغفرت خود میرسانم، او را به جنت خود میرسانم. و من قطعها، و هر کسی که صله رحم قطع میکنه، بتده، ما او را قطع میکنم و او را از بین میبرم. پس اینجا صله رحم بسیار مهم است که انسان به همراه مثلا والدین خود، به مادر، به پدر، به خواهر، به برادر، به کاکا، برای ماما، برای دختر، برای پسر، به اعضای فامیل، به دوستا، اینا به کلشان صله چی داشته باشه؟ صله رحم انسان داشته باشه و رابطه خدا با اونا قطع نکنه. سوم، الرحمن ذات مهربان است که رحمتش به غضبش سبقت کرده. سبحان الله. امام بخاری روایت میکنه عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لما قضى الله الخلق كتب کتابا عنده. میگه وقتی که الله سبحانه و تعالی مخلوقات خلق کرد، کتاب چی کرد؟ یعنی فیصله کرد که مخلوقات خود خلق بکنه. در وقت قضای خود چی کرد؟ الله سبحانه و تعالی کتاب در نزد خود نوشته کرده که در او کتاب خود گفته غلبت او قال سبقت رحمتی غضبی، که گفته الله سبحانه و تعالی که غالب شده یا سبقت کرده رحمت من بر غضب من. یعنی در اینجا انسان مسلمان بسیار خوشحال باید باشه ما و شما که الله متعال ذاتی است که رحمتش نسبت به غضبش سبقت کرده و غلبه کرده، یعنی اول بر بنده های خود رحمت خدا میرسانه. اما این مخلوقات هستند که با اساس کفر و شرک و ارتداد و بیدینی خدا از رحمت الله دور میکنن. در غیر از او الله سبحانه و تعالی ذات رحمان الرحیم است و رحمتش برای همه وسیع است و هیچ کسی باید از رحمت الله ناامید نشه. و حتی کافر و منافق و کسی که در شرک مبتلا باشه و یا کسی که حتی در نواقض ایمان داخل شده باشه و یا کسی در ارتداد داخل شده باشه،
دروازه رحمت الله برشان باز است، میتونن که توبه بکنن، استغفار بکنن، دوباره اثر کلمه بخوانن و دوباره به اثر به الله رجوع بکنن. و همین قسم کسایی که گناهکار هستن، مؤمن هستن، موحد هستن، لکن مبتلا به گناه های صغیره و کبیره میشن، پس ما و شما به بارگاه الله سبحانه و تعالی توبه میکنیم، چون الله سبحانه و تعالی به اساس رحمتش دروازه توبه خود باز کرده و رحمتش بر غضبش سبقت کرده و همیشه رحمتش بر ما و شما همیشه دروازه رحمتش باز است و همیشه الله سبحانه و تعالی امی قسم که نعمت های خود بر ما و شما میته، اینمی قسم هدایت هم بر ما و شما میته، اینمی قسم جنت هم بر ما و شما خلق کرده، به شرطی که ما و شما صادقانه اطاعت از احکام الله بکنیم، از شریعت الله بکنیم، در اینجا اخلاص داشته باشیم، در اینجا چال بازی نکنیم مثل یهودیا که مثلا برشان گفته شد که در روز شنبه ماهی نگیرین و امرای الله چال بازی کردن. نخیر، ما و شما باید صادقانه و الله راست باشیم تا مستحق رحمت الله سبحانه و تعالی شیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.